سلام همه دوستان، امروز اومدم با معرفی 4 از بهترین سریال های تاریخی و حماسی که شما را معتاد خودشون میکنن. سریال اول سریال واکینگ ها است. این سریال که یکی از ایدئولوژیک ترین سریال هایی است که تا به حال ساخته شده، ما را با زندگی یکی از بزرگترین جنگجویان واکینگ رگنار لاتبروک آشنا میکنه. جنگجویی که برای اولین بار حملاتی را به غرب انگلستان برای غارت اموال و پیدا کردن سرزمین‌های جدید شروع میکنه. این سریال علاوه بر اینکه نشون میده واکینگ‌ها چطور انگلستان رو به خاکاخون میکشن، نشون هم میده که واکینگ‌ها چطور زندگی میکنن و افکار و رفتارشون به چه شکلی است. به طوری که در یکی از قسمت‌های این سریال بیش از 30 جمله مذهبی، فلسفی و کلامی داره. و میشه گفت با دیدن این سریال علاوه بر صحنه‌های خشن و جنگاورانه، دیالوگ‌های فلسفی و مذهبی هم وجود داره. البته سریال واکینگ‌ها سریال خوش ساختیه که با داستان جذاب تونسته طرفدارای زیادی در سراسر جهان جذب کنه. هرچند این سریال به دلیل همزمانی شدن پخشش با یکی از غول‌های تاریخ نمایش خانگی یعنی گیم آف ترونز نتونست به اونچه که مستحقش بود برسه. اما باید گفت دو سریال با هم تفاوت عمده‌ای دارن. درسته که سریال گیم آف ترونز سریال موفق‌تری است، اما داخل بستر فانتزی و غیر واقعی شکل گرفته و جهان این سریال وجود خارجی نداره. اما سریال واکینگ‌ها سریالی تاریخی است و داستان این سریال بخشی از تاریخ اروپا محسوب میشه و تمام رویدادهای اون در گذشته اتفاق افتاده. و همینطور باید بگم که این سریال جزو بهترین سریالایی است که در ژانر تاریخی وجود داره. سریال بعدی سریال آخرین پادشاهی یا The Last Kingdoms یه مجموعه تاریخی است که زمانی را نشون میده که کشور انگلستان به پادشاهی‌های متعددی تقسیم شده و واکینگ‌ها یه تهدید دائمی هستند. و قهرمان اصلی سریال اوترد یک نجیب زاده ساکسونی است که توسط واکینگ‌ها بزرگ شده که بین وفاداریش بین فرهنگ ساکسون‌ها و واکینگ‌ها درگیره. و این سریال به دلیل دقت تاریخی، شخصیت پردازی قوی و سکانس‌های اکشن هیجان انگیز و درگیری‌های سیاسی و مذهبی مورد توجه قرار گرفته. و سریال آخرین پادشاهی با سریال‌های درام دیگه توی این سبک مثل گیم آف ترونز و واکینگ‌ها مقایسه شده، اما سبک منحصر به فردی که این سریال ایجاد کرده اون از رقبای خودش متمایز کرده. و به طور کلی سریال آخرین پادشاهی برای طرفدارای اکشن و داستان‌های تاریخی سریالی تماشایی است. این سریال با صحنه‌های جنگی، شخصیت پردازی‌های پیچیده و کاوش‌های ظریف در مورد تاثیر جنگ جایگاه خودش را به عنوان یکی از جذاب‌ترین سریال‌های تلویزیونی به دست آورده. و همینطور سازندگان این سریال با مشورت با متخصصان جنگ و تاکتیک‌های قرون وسطی دقت زیادی در درستی صحنه‌های نبرد به کار گرفتند. و توجه به جزئیات در صحنه و استفاده از سلاح‌ها و زره‌ها و همچنین تاکتیک‌های ارتش‌های ساکسون‌ها و واکینگ‌ها جلوه‌های واقعی‌تری نسبت به سریال‌های دیگه ارائه میده. و همینطور اگه به سریال‌های تاریخی و حماسی علاقه دارید، این سریال میتونه انتظارات شما را برآورده کنه. سریال بعدی سریال شوگان هست. این سریال که یکی از تحسین شده ترین سریال‌ها در سال‌های اخیر بوده، ما را به ژاپن فئودالی در سال 1600 میبره. شوگان همونطور که از یه سریال تاریخی و حماسی خوش‌ساخت انتظار میره، دارای فیلم برداری باشکوه، دکورهای مفصل و لباسهای خیره کننده، اما جذابترین مهارت این سریال در بهره برداری دراماتیک از داستانی که در نظر اولیه خیلی جذابیتی نداره. این سریال با بهره برداری از تکنیک‌های سینمایی تونسته جذابیت‌های دوره فئودالی ژاپن به رخ بکشه. سریال شوگان تونسته از بودجه‌ای که در اختیارش قرار گرفته یک جهان زیبا و غوطه‌ور بسازه، اما اجازه نمیده که این زیبایی‌ها و قوس‌های داستانی شخصیت‌ها را تحت شعاع قرار بده. نقش آفرینی بازیگرا بسیار عالی است و نویسندگی سریال باعث شد که نقش آفرینی غنی‌تر باشه. این سریال تونسته به طور یکپارچه فتنه، طنز، عشق و اکشن توی یه مینی سریال جا بده که میتونه از ابتدا تا انتها بیننده خودش را شگفت زده کنه. سریال بعدی سریال روم هست. این سریالی بود که قبل از گیم آف ترونز استاندارد سریال های تاریخی پرهزینه و بنا کرد. این سریال داستان فروپاشی جمهوری روم و ظهور امپراتوری روم از دیدگاه دو سرباز روایت میکنه. این سریال با بازسازی بی‌نقص روم باستان و شخصیت پردازی پیچیده از جولیوس سزار گرفته تا مارک آنتونی و داستانی پر از توطئه و خشونت و روابط انسانی یکی از بهترین سریال‌های تاریخی در چند دهه اخیره. و این سریال اونقدر هزینه روی دست شبکه HBO گذاشت که HBO تصمیم گرفت این سریال‌ها کنسل کنه.
اما تجربه ساخت سریال روم تجربه خوبی برای عوامل این سریال شد، چرا که بسیاری از عوامل ساخت سریال روم بعدها وارد پروژه گیم آف ترونز شدن و یاد گرفتن که چطور میتونن هزینه‌های تولید یه سریال تا حد امکان کاهش بدن و میشه گفت این سریال سنگ بنای سریال گیم آف ترونز گذاشت. و در پایان هم از همه کسانی که وقت گذاشتن و این ویدیو دیدن میخوام که اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. ممنون، مخلص.